کتابی که چند بار تو برنامه درباره‌اش صحبت کردیم، واقعا خوندنیه. جز از کل استیو تولتز که به چاپ واقعا فکر کنم به چاپ اینم حدوداً 40 50 رو رد کرده. من اول فکر کنم چاپ دومش من گرفتم. الان 40 50 رد کرده با ترجمه درجه 1 پیمان خاکسار. از اون کتابی که آدم میخونه بخواد خط بکشه تقریبا باید همه جاشو خط بکشه، اینقدر خوندنی. کتابش کتاب تاثیرگذار یا یکم تلخ شاید باشه، یه ذره شاید آدم ناراحت بکنه تو بعضی از قسمتاش. من کتاب بعدیش که شنهای روان بود، من اون رفتم بگیرم، گفت این از اونم تلخ‌تره، گفتم ولش کن دیگه، بس دیگه. من دیگه ریگ روان و بار هستی میلان کندرا، ترجمه دکتر پرویز همایون پور. توضیح میخوای بدی دربارش؟ ببین من الان خیلی میلان کندرا باز نیستم و خیلی هم در واقع نویسنده مورد علاقه من شاید نباشه، ولی کتابش واقعا کتاب خیلی خوبیه. حالا من هم میلان کندرا بازم هم جزو نویسنده‌های مورد علاقه هم هست. خب یه چیز شد با هم تفاهم نداشت. نه نمیدونم جاودانگیش هم خوندی. جاودانگیش هم آره. خیلی من دوست دارم.